از طرف کو بیامد این طرف بزینا هیچ دست ما نماد گندمای کشتیم اینا رو هوای برد 1,30,000 امال قرض ما به ترکتلا دادیم که اینا رو هوار کردن گفتیم بلکه حاصل بده حاصل نداد سز نکده نیه هیچ حاصل نداد حال ما پول نداریم که گندم غذا ته خونه بستانیم. امسال تاثیر خشکسالی هیچ نشد. این گندم که به علت بی‌آبی ضعیف شده از اینکه حاصلات ما نشد. یک بچه 12 ساله بود به سن و 6 بود ما او ری کردیم به ایران کار میکنه کشتر جمع کنه اگر همینطور باشه مجبوریم بریم به ایران بریم. همین باغ ما در سال گذشته حدود 1 لک افغانی ما تقریبا از این تنها ما انجیر فروختیم. ولی امسال متاسفانه باز یخبندی روبرو شدیم که 90% حاصل ما کاهش پیدا کرده. گندم ما یخ زد. در پهلوی از اینکه یخ زد آب کافی برای آبیاری نداشتیم.